تقدیم می‌کند. کتاب یکرنگی، نوشته دکتر شاپور بختیار. بخش 4، قسمت 3. پشت سر مجاهدین همیشه شوروی ایستاده است. تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. ایران نیاز به یک سیاست صحیح داشت تا وضع اسفناک اقتصادی را که نتیجه انقلاب سفید بود سامانی بدهد. آنچه پیش آمد درست عکس آن بود که باید. بر سر کار آمدن ملاها وضع را بسیار وخیم‌تر کرد. درآمدی که از طریق فروش نفت داشتیم بلافاصله با خرید محصولات غذایی به خارج باز می‌گشت تا شکم گرسنگانی را پر کند که تمام طول روز دست به تظاهرات و راهپیمایی می‌زدند. خیال پردازی های شاه چنان که قبلا گفتم وضع معقول ما را در زمینه محصولات غذایی برهم زده بود. در گذشته ما از بابت گندم و جو و برنج و بقولات که در ایران مصرف بسیار دارد خودکفا بودیم. پس از اصلاحات ارضی ناگزیر به وارد کردن این محصولات شدیم و خود را از این بابت وابسته به خارجیان کردیم. 10 سال قبل از نخست وزیری من 20% از مایحتاج گندم ما از خارج خریداری میشد. به جای آنکه پول نفت صرف خرید ماشین‌آلات بشود، بیشتر به مصرف خرید مواد غذایی میرسید. محصولات کشاورزی سال به سال تحریر رفت و فقط به محصولاتی محدود شد که در مجتمع‌های کشت و صنعت عمل می‌آمد. زیرا توزیع زمین روستاییان را دلسرد کرده بود و همه را به سمت شهرها رانده بود و به تعداد نانخوران شهری افزوده بود. برای درمان این اقتصاد بیمار ما به همه چیز نیاز داشتیم جز جمهوری اسلامی کذا و دولتی که تمام وقتش را به هارت و پورت بگذراند. حکومت ملایان بسیاری از کارخانجات را به تعطیل و بسیاری دیگر را به اعتصاب کشاند. بنابراین شمار افراد شاغل بسیار پایین آمد. باید توضیح بدهم که در آن منطقه از دنیا که ما در آن زندگی می‌کنیم بیکاری به چه می‌گویند. مسئله بیکاری در ممالک مختلف سور مختلف دارد. در کشورهایی چون ترکیه و ایران و به طور کلی در ممالک خاورمیانه مفهوم خانواده از غرب وسیع‌تر است. به ذهن یک ایرانی نمی‌رسد که عمه پیر یا حتی خویشان دورش را به کار وادارد. ترجیح می‌دهد که خود به آنها غذا و پوشاک برساند. حتی اگر چیز زیادی نداشته باشد آن را تقسیم می‌کند. از نظر سخاوت و گشاده دستی ما از کشورهای غربی برتریم و عظمت ما هم در همین نکته است. 3 سال پیش همه نیروی فعال ملت کار نمی‌کرد ولی زندگی می‌کرد. علی‌رغم گسیل شدن دهاتیان به سمت شهرها مسئله‌ای به اسم بیکاری نداشتیم. ولی بیکاری مفهومی دارد و قحطی مفهوم دیگر. خمینی نشان داد که استاد ایجاد قحطی است. در زمان جمهوری اسلامی از این بدترها هم دیده ایم. مثلا فروهر وزیر کار بازرگان در زمان نامزد کردن خود برای ریاست جمهور به ذهنش رسید که حقوق کارگران مشغول به کار را از امروز به فردا 100% بالا ببرد. این تصمیم عوام فریبانه مانع از این نشد که به شکلی شرم‌آور در انتخابات شکست بخورد. کمتر از 1/10 آرای بنی صدر رأی آورد. این وعده را در زمانی داد که صادرات نفت از 5 و 6 میلیون بشکه در روز به 1 میلیون بشکه یعنی به نسبت 6:1 تقلیل یافته بود. در ماه مارس 1981 روزنامه میزان اعلام کرد که از آغاز سال تورم به 1.255% رسیده است.
موازنه بازرگان با کشورهای بلوک شرق به حدی نامتعادل شده بود که این کشورها در مقابل دارو و مواد خوراکی فقط پول نقد قبول می‌کردند. از 25 فوریه گوش جیره‌بندی شد. مردم کرمانشاهان با شعار نان، مسکن، آزادی در خیابانها دست به تظاهرات زدند. یکی از شخصیت‌های موافق رژیم، شبستری نماینده تهران، 9 عامل بحران را چنین برشمرده است: بیکاری، بالا رفتن مخارج زندگی و قحطی مواد مصرفی روزمره، قدرت ضد انقلابیون، فقدان امنیت، کمبود مسکن، مهاجرت دست جمعی روستاییان به شهرها، کمبود وسایط نقلیه عمومی، نداشتن شبکه فاضلاب، ضعف سیستم فرهنگی. بسیاری از این کمبودها را باید به بدهی‌های آیت الله افزود که نه فقط اقدام مثبتی کرد بلکه آنچه را هم موجود بود رها کرد تا به تباهی کشانده شود. بر راه‌ها، بندرها، خطوط راه‌آهن، مراکز اتمی همه صدمات فراوان وارد آمد. اگر صدها از آسیب در امان ماند، در عوض دستگاه تصفیه و تخلیه آنها دیگر کار نمی‌کند. نمیتوان ادعا کرد که آیت الله در زمینه سیاست خارجی جبران مافات کرده است. اگر به او نسبت دهیم که فکری حتی بسیار گنگ و مبهم درباره سیاست بین‌المللی دارد، به شعور انسانی توهین کرده ایم. برای این موجود که اسیر اوهام خویش است، هر بیگانه‌ای دشمن به حساب می آید، مگر آنکه مسلمان باشد. تازه آن هم نه هر مسلمانی. او از آن شیعه هایی است که حتی حاضر نیست بپذیرد اهل تسننی هم وجود دارد، چه برسد به بهایی. خمینی فقط از کشورهایی که پیرو او هستند پشتیبانی می کند. دید بسیار محدودی حتی از اسلامگرایی دارد. از نظر او پرچم اسلام باید بر سراسر کره ارض در اهتزاز درآید. منتها این پرچم رنگ‌های خاص خمینی را دارد. از نظر او در مرحله اول این پرچم باید به اسلام موجود، یعنی بر 700 یا 800 میلیون نفر گسترده شود و در مرحله دوم بقیه جهان را در بر گیرد. برخی میگویند این رویای کودکانه است. من آن را احمقانه می‌دانم. سنجابی در زمان تصدی وزارت امور خارجه سیاستش را مشابه سیاست کشورهای غیر متعهد وصف می‌کرد، ولی سیاست او بسیار از این تعریف به دور بود. در آن هیچ اثری از استقلال به مفهوم واقعی این کلمه دیده نمی‌شد. تنها چیزی که در آن به چشم می‌خورد نوعی همدلی با مللی بود که در فکر نجات خود از تسلط بیگانگان بودند، مثل سان سالوادور و گواتمالا و غیره، و نوعی نظر لطف نسبت به کشورهای مسلمان و یا مسلمانانی که در سراسر جهان پراکنده‌اند، خصوصا در ممالکی که در اقلیت قرار دارند چون هندوستان، شوروی، فیلیپین. پیوندهای مستقیمی که بین خمینی و فلسطینی ها ایجاد شد به خصوص به منظور نشان دادن واکنش علیه سیاست محمد رضا شاه بود. نتیجه این پیوند کمک‌های ذی قیمتی بود که فلسطینی ها به هنگام تصرف مملکت به خمینی کردند. فداییان فلسطین به ایرانی ها در اردن، لیبی، در لبنان و در سوریه تعلیم جنگ‌های چریکی می‌دادند. روال کارهای تروریستی آنها بود که ما در خاک خود شاهدش بودیم. به کارگیری استراتژی شورش آنها بود که کشور را به دامن امام سوق داد. مردم ما همیشه برای فلسطین احساس مهر و دوستی داشتند و سزاوار چنین رفتاری از طرف آن مردم نبودند.
حالا میان خمینی و آنها شکراب شده بود، چون فلسطینی ها در فکر به وجود آوردن دولتی لاییک هستند و برای آیت الله دولت لاییک سخت کراهت دارد. شاه همیشه با ایجاد دفتر سازمان فلسطینیا در تهران مخالفت میکرد. وقتی من نخست وزیر شدم، با اصل باز شدن یک دفتر نمایندگی از طرف این سازمان از نوعی که در فرانسه و دیگر ممالک وجود دارد موافقت کردم. ولی مسائل امروز پیچیده‌تر شده است. اولین دولت معقولی که ایران در آینده و پس از این دوران آشوب به خود ببیند، نمیتواند نتایجی را که همکاری سازمان یاسر عرفات با خمینی داشته است نادیده بگیرد. مطبوعات بین المللی با اصرار تمام کسانی را که در ایران در زندانند و یا اعدام شده‌اند مجاهد معرفی می‌کند. این درست نیست و بسیاری از کسانی که به وحشیانه ترین وضع به قتل رسیده‌اند و هنوز هم هر روز دسته دسته کشته می‌شوند کمترین ارتباطی با این دسته و گروه نداشتند. خمینی بیشک به تصفیه مجاهدین کمر بسته است و از گناه آنها در نمی‌گذرد، با وجودی که در گذشته این افراد در نجف به خدمتش رفتند، به خاطر او آدم کشتند، بانک‌ها را غارت کردند و به بسیاری اعمال دیگر تروریستی دست زدند. این عقبگرد ناگهانی از کجا آب می‌خورد؟ بسیار ساده است. تعصب مذهبی خمینی به کمونیسم راه نمی‌دهد. یک طرف آیت الله قرار دارد که نماینده جنبش مذهبی است که امروز همه می‌دانند دست پرورده انگلستان است. و طرف دیگر رجوی ایستاده است که تجسم فضای خشونت مسلک اشتراکی است و کمترین شباهتی به چهره انسانی کمونیسم برلینگوئر ندارد. اینجا پانویس توضیح داده انریکو برلینگوئر، سیاستمدار ایتالیایی، 1922 تا 1984 رهبر حزب کمونیست ایتالیا، از 1972 تا 1984 وی از پیشگامان ارم کمونیست بود. باز میگردیم به من. علمی که اینها زیرش سینه میزنند چیست؟ یک سوره قرآن، نوعی علامت داس و چکش و یک کلاشینکوف. این افراد در هر سه این صحنه بازیگرند. رهبر آنها بر احساسات پلپودوارش لعاب اسلامی زده است. برای او هیچ چیز جز رسیدن به هدف معنا ندارد و هدف او خاتمه دنیاست، گسترش نیستی بر همه جا و همه چیز. نمونه کامبوج مثال بارز به کار گرفتن این نوع سیاست است. قبل از سقوط رژیم گذشته، زمانی که رجوی و دوستانش در زندان و یا در مخفیگاه بودند، با فداییان هم تماس نزدیک داشتند. این فداییان اگر لامذهب نیستند چه هستند؟ این موضوع را رجوی چگونه توانست با روابطی که از طرف دیگر با ملایان داشت آشتی دهد؟ در میان این همه تضاد آیا هنوز می شود از مسلک و شریعت حرف زد؟ مجاهدین امروز امید اصلی مسکو هستند. حزب توده کمترین اقبال جذب توده ها را ندارد. از 1946 و وقایع آذربایجان و از زمان نخست وزیری مصدق خاطره‌ای بسیار زشت و تلخ از خود به جا گذاشته است. روس‌ها در جبهه‌های دیگر فعالیت دارند، از جمله در جبهه رجوی. وزیر امور خارجه من که قبلا سفیر ایران در مسکو بود، روزی توسط پادگورنیک که در آن زمان صدر هیئت رئیسه شورای عالی بود احضار می شود. ماجرا چنان نامرسوم بوده است که سفیر ما را متعجب می سازد و تصور می کند که قطعاً مسئله بسیار مهم پیش آمده است.
صدر هیئت رئیس شوروی از او می‌خواهد که فوراً به تهران برود و از پادشاه تقاضای عفو رجوی را بنماید. رجوی همراه 6 نفر دیگر از یاران مجاهدش که در آن زمان به مارکسیست اسلامی معروف بودند، توسط دادگاه نظامی به اتهام بمبگذاری و عملیات مسلحانه به اعدام محکوم شده بود. شاه سفیرش را فوراً میپذیرد و او هم به همان اندازه از تقاضایی که پادگورنی شخصاً از او کرده است متعجب میشود. واکنش اول پادشاه این بود که تقاضا را رد کند و بگوید این قضایا به آنها مربوط نیست، ولی پس از آن که مدتی در اتاق قدم میزند و فکر میکند جواب میدهد بگویید بسیار خوب، قبول میکنم. ماجرای تخفیف حکم اعدام رجوی به حبس ابد به این شکل پیش آمد، در حالی که یاران دیگر او اعدام شدند. پس از آن که من به نخست وزیری رسیدم، در اجرای طرح عفو عمومی او را هم مثل دیگر زندانیان سیاسی آزاد کردم. از دید هیچ کس در ایران، حتی شخص شاه، او رئیس هیچ سازمانی نبود. مطبوعات غربی او را بدون آنکه لیاقتش را داشته باشند بزرگ کردند. این موجود نشان داد حتی در زندگی شخصیش مراعات اصول اخلاقی را نمی کند. خود از چنگ خمینی فرار کرد ولی زن و فرزندش را در ایران گذاشت. مجاهدین با کردهایی هم که از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی با قدرت مرکزی تهران سر مخالفت داشتند متحد شدند، ولی این دسته از اکراد در ایلها به طور عموم نفوذی ندارند. عده‌ای از آنها کم و بیش آشکارا تمایل خود را به کمونیسم نشان می‌دهند. گروه قاسملو میگوید ما کردستانی خودمختار در داخل یک حکومت فدرال و یا یک جمهوری مستقل ایرانی می‌خواهیم. این مبارزه برای خودمختاری این خطر را در بر دارد که به ایجاد کردستانی خارج مرزهای عراق و ترکیه و ایران بیانجامد و بعد به سمت شوروی بلغزد و یا بگذارد شوروی که با این سازمان در ارتباط است جذبش کند. رجوی با بلوچ‌ها هم متحد شده است، ولی تصور نمی کنم که این اتحاد استحکامی داشته باشد، چون مجاهدین در مملکت ریشه‌ای ندارند. بخش چهارم، قسمت چهارم، جنگی برای مصرف داخلی. چون خمینی در تبعید به سر برده بود، با ساز و دهل به ایران بازگشت و چون تبعیدش را در عراق گذرانده بود، به جنگ علیه آن کشور قد علم کرد. اگر کسی متوجه نقشی که احساسات شخصی در کارها دارد نباشد، تمام جوانب مطلب را درک نمی کند. در ذهن ملای خبیث و انتقامجو مثل ملای ما، وزنه احساسات بر عقل می چربد. خمینی 14 سال در آن کشور، در شهر نجف واقع در جنوب بغداد که 125,000 نفر سکنه دارد به سر برد. این شهر در ضمن یکی از شهرهای مذهبی است که طلاب اهل تشیع در آن تعلیم می‌بینند. آقای خمینی در آنجا یکی از مدرسین بود و البته توجه مسئولان دولتی را که همیشه روابط حسنه و راحت با آنها نداشت به خود جلب کرده بود. دلایل این روابط غیر دوستانه را میتوان به سادگی حدس زد. با تفرعنی که در خمینی سراغ داریم، همیشه مصرراً گفته است که سیاست و مذهب را نمیتوان از یکدیگر تفکیک کرد. بنابراین این خط تقسیم بر حق یا ناحق بین معنویات و مادیات طبعاً باید به نفع معنویات ترسیم شود. من هرگز نفهمیدم که معنی واقعی باسیسم چیست و فقط در این حد میدانم که نوعی ناسیونالیسم عرب متمایل به چپ است با گرایش‌های سوسیالیستی
و از طریق حکومتی یک حزبی اهدافش را بیان می کند. در نتیجه مسلکی است که با عقاید سوسیال دموکراسی من جور در نمی آید. طبعا این دلیل نمی شود که من آزادی مردم عراق را در انتخاب حکومت نفی کنم. خمینی جز این فکر می کرد. آن نظام سیاسی که مورد قبول او نیست باید از میان برداشته شود. چند بار دولت بعث از او خواست که در مسائل داخلی مملکت دخالت نکند و چون او لجاجت و سرسختی کرد به او گفتند که خاک عراق را ترک نماید. خمینی به مرز کویت رفت ولی به او اجازه ورود به این مملکت داده نشد. من مطمئنم که بیشتر کشورهای مسلمان دیگر هم همین کار را می‌کردند. به این دلیل او از فرانسه تقاضای پناهندگی کرد. سرخوردگی کینه شدید او را علیه عراقی که بیرونش رانده بود برانگیخت. 6 ماه پس از بازگشتش به ایران تا آتش کینه هنوز تند بود دست به انتقام جویی زد. برای این کار هم تمام دلایل و بهانه‌های ممکن را پیدا کرد. فقرای عراق هم مثل او شیعه هستند. به علاوه 55% شیعه در مقابل 45% سنی، یعنی اکثریت هم دارند. دولت بعث لایک است، بنابراین سزاوار هیچ نوع ارفاقی نیست. در افتادن با عراق و به کار گرفتن کشنده ترین سلاح‌ها علیه این کشور حکم جهادی را دارد که اسلام برتری طلب نمیتواند از شرکت در آن تن بزند. همه به حق گفتند که عراق بود که این جنگ ظالمانه، احمقانه و خطرناک را آغاز کرد. عراق طبق قوانین موجود مهاجم است. ولی چه کسی جز این ملاه با ارسال مزدوران، آدمکشان و پول به منظور متزلزل کردن همسایه غربی ما عراق را به جنگ کشاند. حتی به این کار ناگزیرش کرد. حضور 2 گروه مذهبی برای کشور عراق مسئله مداوم بوده است. مأموران خمینی با تحریک اکثریت شیعه علیه دولت ثبات مملکت را به مخاطره انداخته بودند. به علاوه صدام حسین نمیتوانست بپذیرد که دولتی بیگانه بخواهد در مملکت او میان مذهب و سیاست ساخت و پاخت ایجاد کند. هر ملتی در این مسائل دید خاص خود، فرهنگ خاص خود، دین یا ادیان خاص خود را دارد. در قرن 20 کمتر مملکتی به فکر تغییر مذهب می‌افتد و اگر نیرویی از خارج مدعی چنین کاری شود وظیفه دولت آن است که از خود دفاع کند. کوشش برای پیدا کردن نفوذ و یا دست دادن به تبلیغات یا جذب و جلب مردم همه موجه است. اما زیر پا گذاشتن حقوق دول کوشش برای منحرف ساختن کشوری از راه و رسم خود داعیه‌هایی است غیر قابل تحمل. به این دلیل است که من در عین تأسف شدید از جراحتی مضاعف که به دلیل این جنگ ابلهانه بر پیکر کشورم وارد آمده است واکنش صدام حسین را درک می کنم. اختلاف میان ایران و عراق همانطور که می‌دانیم در سال 1975 با بسته شدن قرارداد الجزایر از میان برداشته شد. هسته این اختلافات مربوط به خطوط مرزی بود که توسط رضا شاه درست مشخص نشده بود. دوستی که در آن زمان وزیر امور خارجه بود، داخل پرانتز مرحوم کاظمی، و بعد هم به پیروان مصدق پیوست، روزی ماجرای گفتگوی میان رضا شاه و نوری سعید و فروغی را برایم تعریف کرد. نوری سعید تمام مکر و حیله ممکن را به کار گرفته بود تا از پادشاه اختیار مطلق بر شط العرب را که به هیچ عنوان موجه نبود به نفع مملکت خیش بگیرد.
حضور انگلیس ها هم در آن زمان در عراق در سهل کردن مذاکرات به نفع نوری سعید بی تأثیر نبود. سیاست محمد رضا شاه در مقابل همسایه ها این بود که آنچه طبق مقررات بین المللی به ایران تعلق دارد باید به ایران بازگردد. بنابراین قرارداد الجزایر که در آن زمان کنفرانس نفت بسته شد فقط بازگرداندن اوضاع به وضع طبیعی و قانونی آن بود. آبهای رودخانه مرزی طبق خط میانی تالوگ تقسیم شد. هیچ کس از این نتیجه شاکی نبود جز خمینی که این قرارداد را فقط به این بهانه که تحت نظارت شاه بسته شده است باطل می شمارد. این رفتار دوچندان غیر منطقی به نظر می رسد، چون طبق یکی از مواد همین قرارداد ایران می توانست سالیانه 10,000 زائر روانه کربلا کند و به برکت همین ماده بود که امام توانست جوجه آخوندهایش را به تمام مراکزی بفرستد که قصد داشت مردمش را به قیام وادارد. ولی این بی‌منطقی ظاهری حسابگری بی‌شرمانه‌ای را از چشم می‌پوشاند. با محکوم کردن قرارداد می‌خواست جنگی را آغاز کند تا توجه مردم را از مشکلات داخلی منحرف سازد. یعنی برای علاج بیماری بی‌لیاقتی دست به دامان این درمان ازلی و ابدی شد که نمونه‌هایش در تاریخ معاصر متعدد است و لزومی نیست بیش از این درباره‌اش داد سخن بدهیم. به موازات تحریکات روانی عمال خمینی در خاک عراق، رادیو خمینی هم در تمام روز مشغول توهین به دولت بعث بود. امام صدام حسین را گندگو، کافر، مأمور امپریالیسم می‌خواند و اظهاراتی از این قبیل می‌کرد: صدام باید برود، باید بگذارد که عراقی‌ها سرنوشت خیش را تعیین کنند. وظیفه هر مسلمانی است که علیه رژیم بغداد بجنگد و به مردم عراق کمک کند تا خود را از قید استثمار بعثی‌ها نجات دهند. به علاوه به طریق آشکار و زننده کسی را طبق میل خود به جانشینی صدام حسین انتخاب کرد: آیت الله سید محمد حکیم. خمینی فکر همه چیز را کرده بود. سرنوشت ملت عراق را هم چون سرنوشت ایران به تنهایی میخواست سامان دهد. به علاوه از نظر او ایران و عراق در پهنه قلمرو اسلامی حکم واحد را داشت و عراقی‌ها هم طبعا نمیتوانستند این نوع تظاهرات را جدی تلقی کنند. چند ماهی این وضع را تحمل کردند و بعد دست به حمله زدند. بدبختانه عراق به چند دلیل ناگزیر از حمله به ایران شد. ناگزیر بود حیثیت خود را در دنیای عرب حفظ کند. ناگزیر بود عواملی که ثباتش را تهدید میکرد از خود دور سازد. در خارج هم دستهای پنهانی در کار بود که دو رقیب را به میدان جنگ بکشاند. کشورهای کوچک کرانه خلیج فارس امکان بی‌طرف ماندن را نداشتند. فکر می‌کردند که اگر خمینی بر عراق مسلط شود موقعیت آنها به خطر خواهد افتاد. پس دو راه بیشتر نداشتند: یا به عراق کمک کنند یا با آیت الله کنار بیایند. و اما دنیای غرب و آمریکا امیدوار بودند که بتوانند با تهران بسازند و حتی مانع از این شدند که کشورهای کوچک منطقه خلیج فارس کمک‌های مالی یا غیر مالی به کسانی چون من برسانند که با خمینی در حال مبارزه ایم. با آنها میگفتند به این مسائل نپردازید، برای خودتان دردسر درست خواهید کرد، این قضایا را بد حل میکنید. در بالا احساس شخصیم را توضیح دادم و گفتم که جنگی که توسط عراق آغاز شد نتیجه مستقیم تحریکات امام بود. حالا میگویم که چگونه من در حد امکاناتم کوشیدم تا مانع بروز آن شوم. قبل از آغاز جنگ من با دولت عراق
و نماینده آن دولت مذاکرات و گفتگوهایی داشتم. خود آنها با من تماس برقرار کردند. من مداوما آنها را از جنگ با ایران برحذر داشتم. وقتی عرصه بر آنها تنگ شد، باز به آنها پیشنهاد کردم که خمینی را منزوی کنند و از این راه وسایل سرنگونیش را فراهم آورند. از جنگ چه منافعی حاصل می شد؟ نتیجه نمی توانست جز آن که شد باشد. حتی مخالفین رژیم دیکتاتوری خمینی به زیر پرچمش گرد آمدند تا اشغالگر خارجی را به عقب برانند. نفس جنگ برای دفاع از وطن رژیم را تقویت می کند و برای همه بیفایده است. من این نقطه نظر را در تمام اعلامیه هایم متذکر شدم و باز یک بار دیگر پیشبینی های من به تحقق پیوست. از زمان جنگ طبعا روابط من با رهبران عراق قطع شده است، بیان که به دشمنی گراییده باشد. مطبوعات فرانسوی نوشتند که این حوادث مرا بی حد ناراحت کرده است. درست است. فکر نمی کنم ژنرال دوگل هم شبی که ناوگان فرانسوی به دست انگلیسی ها در بندر مرس الکبیر نابود شد شامپاینی سر کشیده باشد. وقتی کسی به هدفی پایبند است، تحت بعضی شرایط باید بتواند در عین بی‌تحملی صبر پیشه کند و بی‌شکوه مشکلات را بپذیرد. وقتی خمینی آنچه را که می‌خواست به دست آورد، ماجرای گروگان‌ها تمام شده بود و دیگر شیطان بزرگ آمریکایی برای تحریک عمله و اکرش وجود نداشت. از فرانسه هم که از نظر او شیطانکی بود چیزی عاید نمی‌شد. بنابراین به هر قیمت که بود می‌خواست بهانه‌ای بجوید که اگر کسی درباره قحطی، هرج و مرج عمومی، شدت عمل عدالت اسلامی بر او ایراد گرفت بتواند پاسخ دهد. چه باید کرد؟ ما در حال جنگیم. این جنگ اسلام علیه کفار است و نیاز به از خودگذشتگی دارد. از طرف دیگر در صفوف نیروهای مسلح که تمام دلایل لازم را برای متنفر بودن از خمینی داشتند، زمزمه اعتراض بلند شده بود. کمرشان شکسته بود، توهین دیده بودند، هیچ تأمینی نداشتند و اگر نابود نشده بودند به این دلیل بود که خمینی به آنها نیاز داشت. آنها این امکان را داشتند که در موقع لزوم و به فرض یک قیام عظیم مردمی علیه خمینی موضع بگیرند تا آبرویی برای خود بخرند. چون انهدام کامل ارتش غیر ممکن بود، پس میبایست به جبهه رود تا نتواند به فکر مسائل دیگر باشد. این بار ارتش دیگر نمیتوانست اعلام بی‌طرفی کند. این جنگی که فقط برای مصرف داخلی به راه افتاد مثل همه جنگ ها ابلهانه است، به خصوص علیه عراق که هرگز برای ما خطری محسوب نمی شده است، چنان که امروز هم نمی شود. ما هر دو متعلق به یک منطقه نفتخیزیم و منافع اقتصادیمان به هم پیوسته است. رژیم سیاسی عراق درست است که برای خمینی غیر قابل تحمل است، ولی باید این نکته را بداند که آدم همه چیز را میتواند عوض کند جز پدر و مادر و در قالب موارد همسایه‌اش را. ظاهراً این واقعیت بدیهی در سوره هایی که خمینی طبق آنان عمل میکند درج نیست. بخش چهارم، قسمت پنجم. تشیعی که مطرح است. ایران جزئی از جهان اسلام است. هذا حدود لااقل 2 قرن است که در عین جدایی مذهب از حکومت اداره می شود. نفوذ ملاها بر حسب شخصیت پادشاه وقت شدت یا ضعف داشته است، ولی هرگز به آخوندی مقام سرلشکر، وزیر یا استاندار داده نشده است.
نوآوری جمهوری اسلامی در این است که یکی از آخوندها به فکرش رسیده است که مجموعه این مقامها را خود در دست بگیرد. آیا خمینی مسلمان خوبی است؟ من در این باره قسم نمیخورم، چون میتوانم از قرآن سوره هایی نقل کنم و گاه هم این کار را میکنم که با تعبیری که او از گفته های پیغمبر دارد در تضاد باشد. تغییر و تبدیلی که در کشور ما به وجود آمد یک خاصیت داشت و آن اینکه عده بسیار زیادی را از وجود تشیع آگاه کرد. وقتی آیت الله ما را از اسلام جهانی حرف میزند، وقتی میگوید ایران وجود ندارد جز اسلام هیچ چیز وجود ندارد، من از سرحدم هم که بیرون میروم باز اسلام هست، زیاد اشتباه نمی کند. معاذا عراقی ها به او جواب میدهند ما عربیم، شما ایرانی هستید، به خانه خودتان بازگردید. مطلبی که ما هم میتوانیم عیناً به آنها بگوییم و به همان اندازه هم ذی حق باشیم. قبل از آن که پیامبر موعظه جهاد سر کند، امپراتوری ایران وجود داشت، بسیار هم کهنسال بود. هنگامی که امام برای ویران کردن تخت جمشید بولدوزر به آنجا فرستاد، جمعیت هجوم آورد و مانع از خرابکاری ها شد و تظاهراتی عظیم برپا گردید. این ماجرا نشانگر این است که مردم طبق غریزه ریشه‌دار و عمیقشان عمل می‌کنند که می‌توان مدافع فرهنگ کهنشان باشد. در ایران اسلام خود را بر ایمان و رسومی که قبل از آن وجود داشت تحمیل کرد و همانطور که مسیحیت نتوانست به کلی آثار مذاهب چند خدایی را محو کند، اسلام هم قادر نشد عادات و اعتقادات ایرانیان را به کلی بروبد. در این باره دو نمونه ذکر می کنم. ایلی که من از آن برخاستم و در زمان حاضر 1.5 میلیون جمعیت دارد، به دلیل مشکلات برقراری ارتباط تماسش با دنیای عرب در حد اقل است. از طرف دیگر چون دور از شهرهای بزرگ زندگی می کند، افرادش اعتقادات زرتشتی خود را حفظ کردند و آنها را با مقررات مذهب جدید آمیختند. در قدیم قوانین اسلامی جز آن دسته که با عادات و سنن و رسوم مردم قبیله منطبق بود اجرا نمی شد. اختلاف میان اسلام و فرهنگ قدیمی ملی کماکان وجود دارد. نمونه دیگر ملاهای ایرانی الاصلند. حرفهایی که این فلاسفه و متفکران زده اند از دید یک مسلمان واقعی جز کفر و زندقه تعبیر دیگری ندارند. ما ز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خسان بگذاشتیم. این بزرگان شهد را بیرون کشیدند و تفاله را دور ریختند، یعنی فقط آنچه را که میپسندیدند حفظ کردند. این انتخاب متفکران ایرانی را به سمت عرفان رهبر شده است. البته این مسئله فقط اقلیتی را در بر میگیرد، یعنی عده قلیلی از نخبگان را که از اثر عظیم جلال الدین رومی متأثرند. آنچه را که میتوان مذهب رسمی نامید، مذهبی که هویدا برایش بیش از مجموعه مساجد 100 سال گذشته مسجد بنا کرد و اربابان جدید ایران از این بابت هیچ امتناعی نسبت به وی بروز نداد، شکلی به خود گرفته است که آن را از بقیه اسلام متمایز می‌سازد، در حالی که اکثریت قاطع اعراب و دیگر مسلمانان پیرو تصنع‌اند. ایرانیان از قرن 16 به تشیع معتقدند. جانشین محمد داماد و پسر عمویش علی را می‌دانند. در احادیث نیز متونی یافتند که با استناد به آنها میگویند محمد علی را به جانشینی برگزیده است.
با آنکه من خود در خانواده مسلمان شیعه به دنیا آمدم و در این زمینه مختصر اطلاعاتی دارم، میتوانم بگویم که این قضیه از نظر تاریخی مسلم نیست، ولی از نظر ایرانیان علی سر به زنگا پیدایش شده است و به ما فرصت داده که حساب خود را از اعراب جدا کنیم و در مقابل اشغال بیگانه مقاومت به خرج دهیم. در نتیجه تشیع ریشه های ملی دارد. ما با این اقدام مدعی هستیم که طرف ضعفا را در مقابل اقوا گرفته ایم و به این دلیل برای خود حقانیت بیشتری قائل می شویم. به علاوه محمد فرزند ذکور نداشت و علی بر ابوبکر که پدرزن پیامبر بود این مزیت را داشت که همخون پایه‌گذار اسلام بود. در 2 قرن اول اسلام ایران مستقیما تحت نظر حکومت خلفا بود و خود سلطنتی مستقل نداشت، چون صاحب تمدن بسیار والاتر از اعراب بود. کارگزاران خلیفه را تأمین می‌کرد. تمام سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی را ایرانیان اداره می‌کردند و حتی زبان دیوانی خلفا فارسی بود. اعراب به مشرب ایرانیان درآمدند. بنی امیه در آغاز در دمشق و بنی عباس پس از آنها در بغداد بساط خلافت گستردند. چون سازمانهایی از نوع نهادهای رومی نداشتند، حکومت بر ایران برایشان کار سهلی نبود و ایران هم از این موقعیت برای تثبیت استقلالش استفاده می‌کرد. خالی از طنز نیست که صدر تشیع و آغاز مخالفت با خمینی را در زمان ریاست جمهوری بنی صدر با هم مقایسه کنیم. کسانی که در آن زمان دست به تظاهرات زدند فریاد نمی کردند مرگ بر خمینی و یا حتی زنده باد شاه و یا زنده باد بختیار، چون اگر این شعارها را می دادند هیچ کدام امروز زنده نبودند. بنابراین و به ناچار داد می زدند زنده باد رئیس جمهور و کسی هم نمی توانست به آنها ایراد بگیرد که چرا از پسر معنوی آیت الله دفاع می کنند. ما در قرن 16 میلادی همین رویه را پیش گرفتیم و فریاد زدیم زنده باد علی، و چه کسی می توانست از این که ما خلفای راشدین را قدر می نهیم برآشفته شود؟ به این روال علیه امپراتوری عرب به اعتراض برخاستیم. تشیع به بقای ناسیونالیسم ایرانی کمک کرده است. مسئله امروز ما این است که نگذاریم تشیع انتقامش را به صورت پان اسلامیست خمینی از ما بگیرد و اما آنچه آیت الله کذاب به عنوان مذهب به ارمغان آورده است دنی‌ترین، قهقرایی‌ترین و ناسالم‌ترین جنبه آن است. برنده ترین سلاحی که علیه او داریم کتاب خود اوست، توضیح المسائلی که در تمام دنیا توزیع شده و در خود ایران صدها هزار نسخه‌اش موجود است. شاه پخش این کتاب را ممنوع کرده بود. این عمل اشتباهی تاکتیکی بود. این کتاب از نویسنده‌اش تصویر بسیار گویایی ترسیم می کند. به خلاف حق بود می‌گذاشت این اثر در سطحی وسیع پخش شود تا آن را بخوانند. من همیشه اعتقادم بر این بوده است که باید اجازه داد هر کس هر یاوه‌ای که می‌خواهد بگوید و بنویسد. در نهایت امر مردم همیشه حقیقت را در می‌یابند. در هر صفحه این کتاب جهل و ابتذال و محجور بودن نیات خمینی داد میزند و توهینی مدام است به شعور و شرم آدمی. نمونه جهل: آیت الله آمپدکال را هم عصر داوود نبی می شمارد. اینجا پانویسی توضیح داده در این رابطه. آمپدوکلس 435 تا 490 قبل از میلاد فیلسوف و یکی از رهبران دموکرات‌های یونان بود. آثار او از بابت ادبی نیز مقام و ارزش والا دارد. باز می‌گردیم به متن. نمونه جهل: آیت الله آمپدکل را هم عصر داوود نبی می‌شمارد.
در حالی که بین زندگی این دو لااقل 5 قرن فاصله است. جهلی به قطر 5 قرن. برای یونان 5 قرن پیش از میلاد رژیم پادشاهی میتراشد و فیلسوف را عالم علوم دینی و شهید راه حق معرفی می کند و کسی که می کوشد مردم را به ستایش خدای یگانه وادارد. پس از آن که در دالانهای تاریخ جولان داد به این نتیجه بلیغ می رسد: خاک بر سر ما مسلمانان که گذاشته ایم غربی ها اینطور ما را مرعوب کنند و علوم خود را که این فرنگی ها 1000 سال دیگر هم به آنها دست نخواهند یافت جدی نمیگیریم. این اغتشاش ذهن ناهنجار و آمیخته به خودپسندی احتمالاً توجه توده های عوام را جلب نمی کند. ولی چه کسی میتواند بخش‌هایی از این کتاب را که به شکلی دلاشوب آور به بول و قاعد یا زنا میپردازد بخواند و دچار تردید و تزلزل نشود؟ مثلا هر خطایی را باید با قصاص جواب گفت، دست دزد را باید برید، خون قاتل را به جای زندانی کردنش باید ریخت، زن یا مرد زناکار را باید حد زد، یا عدالت اسلامی بر پایه سادگی و سهولت ریخته شده است. تمام اختلافات قضایی یا مدنی را به راحت ترین و سریع ترین شکل حل می کند. کافی است که فقط یک قاضی شهر همراه 2 یا 3 جلاد و یک قلم و دوات به شهری برود و درباره تمام خطاکاران حکم صادر کند و احکام را بلافاصله به مورد اجرا بگذارد. ساده لوح‌ترین آدم‌ها هم پس از خواندن این سطور می‌فهمد که با چه موجودی سر کار دارد. وقتی در ادامه مطلب می‌خواند: هر قاضی شرعی که 7 شرط زیر را دارا باشد، بالغ باشد، مؤمن باشد، قوانین قرآنی را بداند، عادل باشد، به نسیان مبتلا نباشد، حرامزاده نباشد، زن نباشد، میتواند حکم را درباره متهم اجرا کند، متوجه می شود که حق بود این مجنون را سر مرز بازداشت می کردن. دیوانه‌ای که مدعی است به این ترتیب میتوان در یک روز 20 حکم مختلف صادر و اجرا کرد، در صورتی که عدالت غربی برای رسیدگی به جرایم مشابه چندین سال وقت تلف می کند. خونی ترین دشمن غرب را هم متوجه می کند که سلاحش در این است که برود در لندن یا پاریس محاکمه شود تا سرش را در این شرایط به باد بدهد. چه کسی گفته‌های از این قبیل به نظرش کودکانه نمی آید؟ ما به ضرس قاطع میگوییم که رفتار بیشرمانه‌ای که مانع از چادر سر کردن می شود خسارات مادی و معنوی بر تمام کشور میزند. ما مؤکداً میگوییم که کلاه مسخره غربی سرگذاشتن مسلمانان مایه خجالت است و استقلال ما را به خطر می اندازد و برخلاف اراده خداوند است. در جای دیگر وقت آشامیدن آب باید 6 اصل را رعایت کرد: الف، لاجرعه آب را سر کشید نه جرعه جرعه. ب، ایستاده باید نوشید. جیم، نام خداوند را قبل و بعد آشامیدن آب بر زبان آورد. دال، در 3 نوبت باید نوشید. ه، با رضایت باید نوشید و غیره. باید پس از نوشیدن بر شهید مظلوم حضرت ابا عبدالله و آل او صلوات و بر قاتلینش لعنت فرستاد. هذیانگوی دیگر: از نکاح پسران یا دختران جوانی که در اوج جوش و خروش جنسی هستند قبل از آن که به سن بلوغ برسند ممانعت به عمل می آورند. این کار برخلاف قوانین الهی است،
چرا از ازدواج پسر یا دختر تکلیف شده به بهانه اینکه بالغ نیست جلوگیری میکنند؟ در کشوری چون کشور ما که میزان تولد و تناسل بالاست و 51% جمعیت آن کمتر از 20 سال سن دارد، اصرار به پایین آوردن میانگین سن خطای بزرگی است. این فرزندان آیت الله را فردا چه کسی نان خواهد داد؟ اگر صدها هزار نسخه از توضیح المسائل به موقع توضیح شده بود، اگر قسمت‌های از آن از رادیو پخش می‌شد، ایرانیان از کسی که مدعی بود با ممانعت از تراشیدن ریش و جلوگیری از نگاه کردن شهوت آلود به مجسمه ها و منع طبل نواختن در زمین های ورزشی برای آنان خوشبختی و آزادی به ارمغان خواهد آورد حذر می کردن. ادبیات هر مملکتی منعکس کننده احساسات عمیق آن ملت است. ادبیات ما سرشار از احساسات ضد آخوندی و اشعار ما پر از نکاتی علیه ملاهاست. هم به دلیل اینکه ما بیشتر ایرانی هستیم تا مسلمان و هم به دلیل حافظه تاریخیمان. این نکته قابل توجه است که از زمان از میان رفتن امپراتوری ساسانی به دست لشکریان مذهب جدید، علت هر دوره تنزل ملت ما اعمال نفوذ ملایان بوده است. مثلا در زمان درگیری قاجاریه با روسیه تزاری پای ملاها در میان بود. ملایان تبریز از تزار رشوه می گرفتند و شبانه با کنسول روس نقشه طرح می کردند. نتیجه آن خیانت از دست رفتن 2 استان ایران بود که یکی از آنها امروز آذربایجان شوروی را تشکیل داده است. بلافاصله پس از رفتن رضاشاه دوباره ملاها که از صحنه خارج شده بودند آفتابی شدند و با قدرت حاکم رابطه و تفاهم برقرار ساختند و این رابطه را تا روزی که خمینی با اصلاحات ارضی و حق رأی زنان مخالفت کرد حفظ کردند. تازه پس از آن هم محمد رضا شاه و هویدا پولهای کلانی از خزانه دولت میان آنها پخش می‌کردند. ماجرایی که از ارتباط میان شاه و روحانیون اهل تشیع برای همه شناخته شده نیست، داستان امام موسی صدر است که چند ماهی قبل از بازگشت خمینی به تهران میان راه لیبی و روم مفقود الاثر شد. برخی از آیت الله لبنانی حرف میزنند در صورتی که صدر به اندازه بنده ایرانی است. او را برای انجام مأموریتی مخصوص به لبنان فرستادند و صدر تابعیت آن کشور را پذیرفت تا بتواند با دست و بال بازتر به فعالیت بپردازد. همه می‌دانیم که لبنان از نظر تعداد شیعه مقام 3 را در دنیا دارد. داخل پرانتز بعد از ایران و عراق. شاه در طرح‌های بزرگبینانه و توسعه طلبانه‌اش این رویا را در سر می‌پروراند که این 3 کشور را به صورت فدراسیون بزرگ به زیر بال خود گیرد. داخل پرانتز این ماجرا به قبل از تاریخ عقد قرارداد الجزایر برمیگردد. صدر قرار بود که به شیعیان لبنان امکان دهد که بگویند از طرف قدرتی همکیش پشتیبانی می‌شوند. جزئیات این مأموریت چنان که باید توسط ساواک طرحریزی شد. این مأموریت ویژه در داخل لبنان صاحب نفوذ گردید. بسیار خوب زندگی میکرد و همه چیز بر وقف مراد بود تا اوضاع به دلیل یک چک 500,000 دلاری که تصور میکنم قرار بود پادشاه به او بدهد مختل شد. موسی صدر روابط را با شاه برید و آشکارا دست به انتقاد از او زد. تحقیقات از معمای مفقود شدن او پرده بر نداشت. بعضی میگویند که خمینی با آنکه با او منسوب بود داخل پرانتز پسرش خواهرزاده صدر را به همسری گرفته است.
بعضی میگویند که خمینی با آنکه با او منسوب بود این رقیب احتمالی را از میان برد. عقیده دیگران بر این است که اهل تسنن که محبوبیت او را خوشایندشان نبود توسط قذافی سر موسی صدر را زیر آب کردند. در هر حال خمینی از رئیس جمهور لیبی سراغ صدر را گرفت و با آنکه قرار شده بود قذافی به ایران برود به او اجازه ورود به مملکت را نداد. یک چیز مسلم است و آن اینکه گروه شبه نظامی امل که در جنوب لبنان به وجود آمده است و از خمینی کمک مالی و اعانه دریافت می کند با امام موسی صدر مرتبط است. افراد گروه امن را شیعیان و مجاهدین و داوطلبانی تشکیل می‌دادند که از دیکتاتوری شاه به سطوح آمده بودند. این افراد همراه فلسطینی‌ها می‌جنگیدند و از آنها تعلیمات می‌گرفتند و بسیاری از این گروه در لیبی و حتی عده‌ای در چین به گرفتن تعلیمات چریکی ادامه دادند. پس از آن که تروریست‌های حرفه‌ای شدند به ایران آمدند و آنچه را که آموخته بودند به مرحله عمل درآوردند. گروه امل ترکیب غریبی از شیعیان لبنانی و سنی‌ها و فلسطینی‌ها بود. مشکل بتوان از حضور قابل ملاحظه این گروه در ایران قبل از خمینی حرف زد. در عوض پس از رفتن دولت من طی ماه‌ها این افراد در بازداشت‌ها و اعدام‌های بدون محاکمه ایرانیان نقش مهم بر عهده داشتند. این افراد با بقایای ساواک، با افسران و با ارتش به طور عموم در افتادند و برای مدتی نقش چماق حکومت اسلامی را بازی کردند. آنها را میشد از این طریق شناخت که یا فارسی حرف نمیزنند و یا لهجه‌ای نامانوس داشتند. بخش چهارم قسمت ششم. لبخند سادات. وقتی پرانتز خمینی باز شد، پرانتزی که من سیاه میخوانم و از صمیم دل در انتظار و آرزوی روزی هستم که بسته شود، اپوزیسیونی وجود نداشت. اجزای بالقوه این اپوزیسیون چه گروه‌هایی میتوانست باشد؟ آن عده‌ای که با رژیم گذشته ساخته بودند و منافعشان در این بود که آن رژیم باقی بماند یا بازگردد. بعضی از ماموران ساواک، درباریان و تمام کسانی که منافع کلان از وضع سیاست داخلی برده بودند و حکم اعزام فاسد را داشتند میتوان از این گروه شمرد. این افراد جرأت مخالفت با آیت الله را نکردند، به دلایل آشکار و متعدد از او وحشت داشتند. بنابراین محتاطانه صدا را بریدند و به گوشه خزیدند. گروه دوم افراد طبقه متوسط، مردمی بیگناه که با سیاست کاری نداشتند و فقط با کارهای تجاری کوچک دلخوش بودند. داخل پرانتز چون معاملات بزرگ در انحصار سوگلیان دربار بود. این جمع در حال انتظار به سر می برد و به خود می گفت این قضایا که به ما ارتباطی ندارد، پس چرا بی جهت خودمان را درگیر کنیم؟ پس از این دو گروه به دسته روشنفکران می رسیم. چپی های وابسته و چپی های مستقل، لیبرال ها و عده‌ای از ملیون و میان روها. این اشخاص در ابتدا خمینی را منجی پنداشته بودند. در خیابانها عربده کشیده بودند. از رژیم جدید بیان که درست بدانند چیست پشتیبانی کرده بودند. البته ماهیت رژیم هم چندان روشن نبود. به هر حال این عده هم که به نحوی دیگر ساده لوحی نشان دادند، پس از آن که از خواب خرگوشی بیدار شدند شرم کردند که آنچه را که در حد ستایش تایید کرده بودند بی‌اعتبار کنند و اقرار به اشتباه نمایند. غیر از اینها اگر کسان دیگری آگاه به فاجعه بودند چنان آهسته و خفه حرف می‌زدند که کسی صدای اعتراضشان را نمی‌شنید. زمانی که من صدا را برای محکوم کردن تحمیلات مخرب خمینی با صراحت و تأکید بلند کردم،
در صحرای برهوتی فریاد می‌زدم که صدا در آن حتی انعکاس نداشت. نه اپوزیسیونی وجود داشت و نه انشابگری. وقتی اوضاع وخیم شد، زمانی که ایران در ظلمت هرج و مرج فرو رفت، مخالفین پیدا شدند، ولی باز اپوزیسیونی به وجود نیامد. در آن زمان دیدیم که مجاهدها و مدنیها و بنی سعدها، یعنی کسانی که به درجات مختلف با خمینی طی ماهها و حتی سالها همکاری کرده بودند و بعضی از آنها صاحب مقام و مشاغل مهمی هم شده بودند، از رژیم فاصله گرفتند. اینها که تا مصدر کار بودند نیرو و شهامتی از خود نداشتند. ناگهان دم از لیبرالیسم و ناسیونالیسم زدند. آن هم بعد از آن که آن مرد عمامه به سر طرد و بیرونشان کرد. آن عده از افراد طبقه بورژوا پایین و متوسط هم که کم و بیش با رژیم کنار آمدند ولی با شخص خمینی همکاری نکردند، ترجیح دادند که منتظر فرصت مناسب بنشینند. به سبک علی امینی که طی 2 سال در امن و امان کامل به سر برد ولی از اعتراض نسبت به قانون شکنی‌ها خودداری کرد. درباره بعضی از ژنرال ها هم که به آمریکا یا اروپا پناهنده شدند این حرف صادق است. همه آنها فاسد نبودند و همه مقدم امام را گرامی نداشتند، ولی در فکر و نگران آینده کشور هم نبودند. بیشتر به حقوق بازنشستگی فکر می‌کردند. امروز بعضی فقط گذرانی دارند و بعضی دیگر در جنوب فرانسه یا کالیفرنیا شاهانه زندگی می‌کنند. گاه به گاه غم غربت گریبانشان را می‌گیرد و بر سرنوشت ایران اشک می‌ریزند. اما در لحظه‌ای که گریستن یا مشت گره کردن به کار می‌آمد هیچ نکردند. بی‌انصافی است که بخواهیم همه را به یک چوب برانیم، ولی اگر بخواهیم این مخالفت‌ها را تحلیل کنیم می‌بینیم که در مجموع بیشتر این آقایان در آغاز از روی خودخواهی و نگرانی‌های فردی و محض به دست آوردن امتیازات شخصی به مخالفت پرداختند و رقابت آغاز شد. مخالفین هر کدام مجزا و یک خودی نشان داد، گویی هر کدام میخواست به تنهایی نقش منجی ملک را بازی کند. در این مورد باید به نکته بسیار مهم توجه داشت. قدرت‌های بزرگ به ایجاد این وضعیت دامن زدند. البته در ظاهر مکرر میگفتند آقایان با هم متحد باشید، فقط از اتحاد شما نتیجه مثبت حاصل خواهد شد. اما در همان زمان با این یا آن در خفا تماس می گرفتند و نوایی دیگر سر می دادند. می گفتند شما اعتبار سیاسی خودتان را با همبستگی به گروه‌هایی که درباره‌شان اطلاعات درستی ندارید به خطر نیندازید. از دیگران کناره بگیرید. در حقیقت نه آمریکا و نه شوروی که اشاره من دقیقاً به آنهاست تمایل به وحدت اپوزیسیون ندارد. بقیه حرفهایی هم که میزنند جز از روی ریاکاری نیست. بزرگترین بدبختی مخالفین رژیم این است که از نظر مالی، سیاسی و یا نظامی به اندازه کافی قوی نباشند. دوگل هم درد این محرومیت را کشید. انگلستان، شوروی و آمریکا هر سه می‌کوشیدند با کسی دست اتحاد دهند که منافع فردای آنها را تأمین کند و نه آنکه خود قدرتی شود و رقیبشان گردد. ما هم گرفتار همین پدیده ایم. من تنها نصیحتی که میتوانم به ایرانیان بکنم این است که خود آن نیرو را گرد آورند تا وطنشان را دوباره صاحب شوند و در انتظار چراغ سبز این قدرت یا کمک مالی آن قدرت نمانند. این موضوع برای من روشن بوده است و هرگز هم درباره‌اش دچار وهم و تردید نشدم.
قدرت‌های بزرگ بر دنیای سوم نفوذ روانی فوق‌العاده‌ای دارند. دلیل آن هم تصویری بی‌پایه است که در ذهن مردم دنیای سوم حک شده است و آن این که بدون توافق دو قدرت بزرگ امکان هیچ کاری وجود ندارد. حتی حوادثی چون جنگ ویتنام و جنگ الجزایر هم که دلایل بارز بی‌اعتباری این طرز تفکر است نتوانسته است ذهنیت مردم را تغییر دهد. فکر میکنن از آنجا که قدرت‌های بزرگ دنیا را میان خود تقسیم کرده اند، کوشش‌های یک گروه و یا حزب سیاسی به جایی نمیرسد. با غم و حسرت به جمله معروف هملت کلمه یالتا را هم افزودند. بود یا نبود یالتا، مسئله این است. پانویس اینجا توضیح داده هملت شاهزاده هلندی که ظاهراً در قرن دوم زندگی می‌کرده است و داستان زندگیش الهام بخش ویلیام شکسپیر نویسنده پرآوازه انگلیسی نوشتن نمایشنامه‌ای به همین نام است. باز میگردیم به متن. برای بعضی خروج از یالتا و برای بعضی دیگر تن دادن به آن شرط لازم و کافی است. این حکمت جبری نوین افکار مردم را از این که خود به مبارزه برخیزند و به هدف رسند منحرف کرده است. نمونه ها در این مورد فراوان است و باید از این سرگردانی و سرگشتگی که در نقطه مقابل شهامت و نیروی خلاق قرار دارد به هر قیمت خارج شد. وقتی من در دنیای کنونی که در پروردن شخصیت‌های بزرگ سخت تنگچشم بوده است در جستجوی کسی برمی‌آیم که استقلال ذهنی و شهامت لازم را برای مردم دنیای سوم ارائه کرده باشد، انورالسادات را می‌یابم. پس از آمدن به فرانسه به دیدار او رفتم. لبخند و صراحت لهجه‌اش را بسیار جذاب یافتم. این مرد بی نهایت صمیمی بود، صمیمیتی که آدم را خلع سلاح می کرد. دستهایش را به طرفم دراز کرد و گفت حقیقتاً از دیدارت خوشحالم. دیدم که راست می گوید و این حرف را صمیمانه می زند. در طول عمرم سیاستمداری از من چنین استقبال نکرده بود. من هم به او واقعیتی را گفتم که خوشنودش کرد. گفتم شما یکی از رؤسای نادر دول دنیایید که تقریباً تمام ایرانیان را به خود جلب کرده اید. در یک تقسیم بندی بسیار کلی مردم ایران را میتوان به دو گروه بخش کرد. یا سلطنت طلبند و یا مخالف سلطنت. سلطنت طلبان برای تحسین شما دلایل متعدد دارند و خود را مدیون شما می‌دانند و دیگران شجاعت و یکرنگی و مخاطراتی را که به جان می‌خرید تحسین می‌کنند. وقتی شما با شهامت به اسرائیل می‌روید و یا پادشاه ایران را که از همه جا رانده شده است می‌پذیرید، به قول مارشال پتن از وجود خودتان مایه می‌گذارید. حتی مخالفین شاه عظمت این کار شما را درک می‌کنند. در زمان این ملاقات محمد رضا شاه دیگر در قید حیات نبود. سادات که من باز اقبال دیدارش را یافتم 2 بار و در شرایطی مختلف مطلبی را محرمانه به من گفت که در اینجا برای اولین بار فاش می‌کنم. روزی من به محمد گفتم دستور بدهید نیروی هوایی شما به پایگاه‌های مختلف نظامی مصر بیاید. من تمام امکانات را در اختیارتان خواهم گذاشت. اگر می توانید این نیرو را با حداکثر وسایل یدک قابل حمل به اینجا احضار کنید. اگر بخواهید برای بازگشت به ایران اقدامی بکنید تنها راهش این است. می‌دانید که نیروی هوایی شما و اسرائیل در منطقه از همه قوی‌تر است. سادات ادامه داد. محمد رضا شاه به فکر فرو رفت. چون پس از چند دقیقه جوابی نداد
من دوباره موضوع را مطرح کردم و پرسیدم چرا نمی‌خواهد این نقل و انتقال را که بهترین پشتوانه‌اش است عملی کند. پادشاه بالاخره سکوت را شکست و گفت فکر می‌کنید که نیروی هوایی از من دستور می‌گیرد؟ پاورق اینجا توضیح داده سادات از روی صمیمیت همیشه پادشاه ایران را محمد یا برادرم محمد خطاب می‌کرد. باز می‌گردیم به متن. این اقرار وحشتناک توجیه می‌کند که چرا خمینی توانست ایران را تصاحب کند. پس این نیروی هوایی از چه اطاعت می‌کرد؟ چون از من نخست وزیر هم که دستور بمباران انبارهای اسلحه خمینی را دادم فرمان نبرد. اگر فرماندهان نیروهای هوایی با دقت انتخاب شده بودند و وجدان و مسئولیت می داشتند جلو فاجعه گرفته می شد. انور سادات با روشنبینی و واقع گرایی ذاتیش با یک سوال ساده یکی از نکات اساسی بحران را روشن کرده بود. بخش 4 قسمت 7. صدای فرو ریختن این بنای سوس بنیاد به گوش می رسد. در ایران مردم میگویند وقتی پای دیکتاتور به تخت رسید نردبان را میکشد و هرگاه اراده کند کسانی را که با او آمدند به زیر میاندازد. یک بار دیگر درستی این حرف بر ما ثابت شد. آمد و شدهای مداوم رؤسای جمهور و نخست وزیران نشانگر این است که همگی آلت دست دیکتاتورند. منتها یک رژیم دیکتاتوری ناقص. بر ایران فقط هرج و مرج حکم فرماست. صحبت از هرج و مرج وقتی مطرح می شود که مرکز واحد تصمیم گیری وجود ندارد. در ایران دقیقاً چنین است. دلیل وجود هرج و مرج نداشتن قدرت آیت الله نیست، بلکه نتیجه مستقیم شکست وحشتناک اقتصادی اوست. نتوانسته است به اکثریت هموطنان ما هیچ چیز مثبت یا قابل قبولی عرضه کند. جنگ بین او و بنی سعد ارتباطی به مسائل قانونی نداشت. جنگ بر سر قدرت بود، یعنی درگیری میان عقاید قهقرایی خمینی از یک طرف و همین عقاید با لعاب و روغنی که قابل عرضه‌اش کند از طرف دیگر. بنابراین جدال میان قهقراگرایان و تجدد طلبان برای من به کلی بی‌معناست. آن موجودی که مدعی لیبرالیسم شده است همان کسی است که ریاست شورای انقلاب را بر عهده داشت و دستور اعدام‌های بیشمار را صادر کرد. حال چطور میتوان برایش اعتباری قائل شد؟ این موجودات حتی اگر نوعی همدلی میان جمعی از روشنفکران و نزد بعضی روزنامه‌نگاران غربی ایجاد کنند قادر به حل مسئله ایران نیستند، چون اعتماد بر نمی‌انگیزند. باید در پی راه حلی دیگری بود. ماجرا باید بالاخره به پایان برسد. اختلاف در نحوه به پایان رساندن کار است. قطبزاده نامی همان وزیر امور خارجه‌ای که در زمان سقوط بنی سعد از مقامش اخراج شد روزی گفت دولت بعدی جز با اعراب و ایجاد خفقان نمیتواند دوام بیاورد. اگر مردم دست به شورش نمیزنند به این دلیل است که به امام اعتماد دارند، ولی وقتی او بمیرد که ناگزیر خواهد مرد مردم زورگویان را تکه تکه خواهند کرد. من با این تحلیل داخل پرانتز که به هر حال شنیدنش از زبان یکی از فاسدترین زورگویان رژیم مایه تعجب است. من با این تحلیل موافق نیستم و میگویم خیر، ما نمیتوانیم در انتظار آن روز بمانیم. بعضی معتقدند که چند دستگی حکام، اعمال زور و نحوه اجرای عدالت و فقر روزافزون منجر به یک قیام مردمی خواهد شد. ممکن است همانطور که در معاهده‌های زمینی ژید آمده است. به هوش آمدم، نمرده بودم،
توان و نیروی فوق‌العاده‌ای در خود حس می‌کردم و به دامان زندگی آویختم. درست است که ما در حال نزعیم، ولی محتمل است به خود آییم و به دامان زندگی بیاویزیم. ایران به 36 میلیون نفر تعلق دارد و مشکل ملایی بتواند برای ابد ملک آنها را تصاحب کند. معاذا این قیام نیاز به محرک دارد. ما نمیتوانیم چشمها را ببندیم و منتظر معجزه‌ای بمانیم. ایران به برکت وجود چند هزار، شاید 30,000 نفر که پزشکان، مهندسین، کارخانه‌داران و تکنوکرات‌ها از آن جمله اند، میتواند جوانی دوباره آغاز کند. کشور ما بیش از دیگر ممالک خاورمیانه افراد تحصیل کرده دارد. حدود 200 تا 300 هزار نفر ایرانی دارای درجه لیسانس یا دکترا هستند. ما فقط دانشجویان ابدی یاوه‌گو تربیت نکرده ایم. فرار مغزها در این زمان شدت یافته است. افراد تحصیل کرده نمیتوانند با بنی صدرها همکاری کنند و نه با متعصبین مذهبی. برای آنکه ایران نخبگانش را بازیابد، باید اعتماد این گروه را برانگیخت. در کشور ما 55% مردم بیسوادند. بنابراین ناگزیریم بر نخبگان و کادرها به معنای وسیع کلمه تکیه کنیم. سوالی که غالباً از من میکنند این است که تصور میکنید دوباره قدرت را به دست گیرید؟ جواب معمول من این سوال است که نه فقط این مطلب از اهمیت ثانوی برخوردار است، بلکه در مقایسه با کل مسائل به کلی بی اهمیت است. ولی در حقانیت من شکی نیست. نخست وزیری که استعفا نداده است و شورش و آشوب او را رانده است، حتی وقتی در غیبت او قانون اساسی را نقض کرده باشند و بدون مجوز کسی دیگر را به این مقام گماشته باشند و ماهیت دولت را به شکلی مستبدانه تغییر داده باشند، هنوز نخست وزیر است. از این جنبه قانونی که بگذریم، مهم این است که ببینیم مردم ایران چه انتظاری دارند. از هر طرف صدای درهم شکستن بنای سوس بنیادی که خمینی برپا کرده است به گوش میرسد. من شنیدم که روی اسکناس‌هایی که در جریان است بعضی با دست نوشتند بختیار و ساعاتی که پیام رادیویی من پخش می شود خیابانها خلوت می شود و مردم برای گوش کردن به رادیوهای مخفی به خانه‌هایشان باز می گردند. من فکر می کنم همدلی و اعتمادی که اسم من ایجاد می کند به این دلیل است که من اول کسی بودم که حوادث را پیش بینی کردم. افسوس عاقلانه نیست که تصور کنیم خمینی و دیگرانی که مرتکب این همه جنایت شده اند، این همه صدمه و آسیب بر مملکت وارد کرده اند، بی خونریزی دست از قدرت بشویند. این افراد مداوما خون می‌طلبند. در 12 اکتبر 1981 سازمان عفو بین الملل که درباره فجایع ایران بسیار دیر واکنش نشان داد، این اعلامیه را صادر کرد. از فوریه 1979 ما از اعدام 3350 نفر آگاه شده ایم. این رقم تقریبی و حداقل بر پایه اسنادی است که در خارج جمع‌آوری شده و به دست ما رسیده است. رقم واقعی اعدام‌ها از این بالاتر است. و از آن زمان تا کنون خون چند صد نفر دیگر ریخته شده است. من مایلم از خونریزی‌های جدید تا حد امکان جلوگیری به عمل آورم. اما تصور میکنم که در سناریوی بعدی هم تا حدی خشونت غیرقابل اجتناب باشد. احتمالاً کارها با کمک نظامیان یا شبه نظامیان صورت عمل به خود خواهد گرفت. این موجوداتی که بر ایران چنگ انداخته‌اند با پای خود مسند قدرت را ترک نخواهند کرد، چون طعم قدرت و پول را چشیدند و به سادگی از مستی و لذت آن دست نمی کشند.
من هیچ گونه رغبتی به سرکوبی توأم با خونریزی ندارم. این جنایتکاران با همه تضمین‌های لازم تحویل دادگاه‌ها داده خواهند شد. چنانکه در مورد خطاکاران رژیم گذشته هم من همین تقاضا را داشتم تا یک بار برای همیشه این گذشته سیاه از تاریخ ما زدوده شود. اهم مطالب بازسازی مملکت است. من به کنار، باید حکومتی به وجود آید که نه رژیم خمینی باشد و نه رژیم سلطنتی مستبد چنان که بود. راه سومی میبایست که باید تعریف و ایجاد شود. هدف تشکیل دولتی موقت است که به مردم یعنی نمایندگان آنها به نخبگان فرصت دهد که نظر خود را درباره قانون اساسی مشروطه ابراز دارند. رژیم میتواند سلطنتی یا جمهوری باشد و در مورد اول یعنی سلطنتی مشروطه با پادشاهی که حکم سمبل وحدت ملی را دارد. ممکن است عجیب به نظر آید که من پس از آنکه همه عمر را صرف دفاع از قانون اساسی مشروطه کرده‌ام، درست در زمانی که ممکن است شرایط سبب شود که این قانون محترم شمرده شود، بخواهم در آن تغییری ایجاد کنم. ولی نباید فراموش کرد که ایران صحنه حوادث بسیار سهمگینی بوده است. مجلس مؤسسان آینده میباید شرایط موجود کشور، تعادل نیروها و عامل جوانان پرهیاهویی که تعدادشان هم زیاده است در نظر بگیرد. از عمر قانون اساسی ما 76 سال میگذرد. در طول این مدت مملکت فرانسه قوانینش را 4 بار عوض کرده است. جمهوری سوم، رژیم ویشی و بعد جمهوری‌های چهارم و پنجم. کشور آمریکا هم به سهم خود لوایح اصلاحی مختلف و متعدد به رشته قوانین خود افزوده است. قانون اساسی ایران هم تغییراتی به خود دیده است، ولی مفاد آنها قابل قبول نبوده است. رضا شاه در متن قانون دست نبرد و فقط به بی‌اعتنایی به آن قناعت کرد. محمد رضا شاه در 2 یا 3 مورد بعضی از اصول قانون اساسی را به شکلی تغییر داد که از نظر من قابل پذیرش نبود. به عنوان مثال، اختیار انحلال مجلس و ترتیب شورای نیابت سلطنت را به حقوق پادشاه افزود. در قانون اساسی ایران 2 بخش مجزا وجود دارد: حقوق سلطنت، حقوق مردم. ولی طی 30 سال اخیر حقوق پادشاه به قیمت کم شدن حقوق ملت مرتباً بالا رفت. البته کسی منکر این نمیشد که قوای مملکت ناشی از ملت است. این جمله در متن قانون اساسی وجود داشت، به آن استناد هم میشد. ولی کارها در عمل مداوماً با این اصل در تناقض و تضاد بود. شاهد این مدعا همین موضوع که در مملکت ما پادشاه فرمانده کل قوا بود و من به این نکته در صفحات پیش اشاره کردم. نه در کشور بلژیک که رشته قوانینش حکم الگوی قانون اساسی ما را داشته است، نه در انگلستان و نه در سوئد پادشاه چنین اختیاری ندارد. حتی یکی از اصول قانون اساسی میگوید سلطنت ودیعه الهی است که از طرف ملت به پادشاه تفییض می شود. یک طرف خدا و یک طرف دیگر پادشاه. ملت هم میان این دو واسطه بود. احتمالاً وقت آن رسیده است که این عبارت با زمان منطبق شود. ولی من مصرراً میگویم که ما باید کار را با همین قانون اساسی مشروطیت، اگر نه با لفظ با معنای آن آغاز کنیم. به هر حال ناگزیر همین قانون اساسی پایه قانونی دولت موقت را تشکیل خواهد داد. دولتی که حداقل وقت ممکن را بر سر کار خواهد ماند، شاید 1 یا 2 سال. این کار ضروری است. ما نمیتوانیم بیش از کشور فرانسه
در سالهای 1944 تا 1945 از خود بلوغ سیاسی نشان دهیم. در کنار دولت موقت باید مجلسی مشورتی با شرکت کشاورزان، کارگران، روشنفکران، قضات، تجار، استادان دانشگاه تشکیل شود. از جمله وظایف دولت ایجاد شرایط مناسب برای انتخاباتی خواهد بود که در آرامش هرچه تمامتر صورت گیرد. هیچ کس تاکنون این مسائل را مطرح نکرده است. به نظر می رسد که آقایان مخالف خمینی ترجیح می دهند از دموکراسی فقط حرف بزنند بدون آنکه بگویند مفهوم این کلمه چیست. اگر در حد لغت باقی بمانیم، دموکراسی می تواند شامل پلپوت هم باشد. فصل 4 قسمت 8 کار برای همه همراه با ضمیری آگاه. جامعه فردای ایران چه باید باشد؟ این سوال حائز اهمیت بسیار است و نمیتوان به کمک فرمولهای ساخته و پرداخته با مشربها و مسلکهای وارداتی، حتی آنهایی که در جاهای دیگر نتایج ثمربخش داشته است، به آن جواب گفت. محتوای جامعه یک کشور بسیار از قالب آن مهمتر است. دوگل شاید سلطنت طلب بود، در هر حال دیگران درباره‌اش چنین ادعای کردند، ولی پایه‌های جمهوری را مستحکم کرد. آیا در سیاست او در صورتی که به بازسازی رژیم سلطنتی می‌پرداخت یا حتی خود بر تخت سلطنت می‌نشست تغییری حاصل می‌شد؟ مسلماً خیر. من طرفدار سوسیال دموکراسی هستم، چون در ایران که نارضایی‌ها از بی‌عدالتی اجتماعی سرچشمه می‌گیرد، ما نمی‌توانیم فقط به داشتن یک حکومت میانه‌رو قناعت کنیم. ما به ضرورت اوضاع و احوال متمایل به چپ خواهیم بود. ولی تکرار می‌کنم که سوسیال دموکراسی مناسب ما نمی‌تواند عیناً از نوع سوسیال دموکراسی آلمان فدرال یا کشور سوئد باشد. جوهر سوسیال دموکراسی سیستم پیشرفته‌ای که در پرتوش عدالت اجتماعی همراه با پیشرفت صنعتی بدون انقلاب و بدون درگیری و بدون خشک‌اندیشی و متناسب با رسوم و آداب و فرهنگی کشوری توسعه یابد که این مشرب در آن ریشه می‌گیرد. این مشرب درست نقطه مقابل الگوهای از پیش ساخته‌ای است که واقعیت را به جبر و زور در آن وارد کردند و اساس همه کارها قرار دادند. باید به ایرانیان سوسیال دموکراسی را آموخت. این کار دراز مدتی است و به خصوص در آغاز نیاز به نرمش فراوان دارد. اما حتی با قید تمام این احتیاطها باز حس می کنم که بعضی از اغنیا در مقابل آن مقاومت نشان می دهند. پیشرفت بدون انقلاب به معنی تغییر و تحول است. تجربیات منفی سالهای 1956 تا 1978 نشان داده است که گرد چه کارهایی نباید گشت. ناگزیریم به روال ژاکوبین ها بگوییم که رفاه کشاورزان برای من بسیار مهم است. اینجا پانویس توضیح داده ژاکوبین به عضو یکی از انجمنهای سیاسی تندرو در زمان انقلاب کبیر فرانسه اطلاق میشد. باز میگردیم به من. اهمیت این مطلب از اینجاست که منافع کشاورزی به همه ملت میرسد و وابستگی ما را به ممالک خارجی کاهش میدهد و امکان میدهد که از ثروتمان بهره برداری درست‌تر کنیم و سرمایه گذاری نماییم. در میان اشتباهات گذشته ملی کردن جنگل‌ها نمونه گویایی است. این جنگل‌ها بیشتر در شمال کشور واقعاً. چوب‌های آنها در صنعت کاغذسازی به یغما رفت. درخت‌هایش ریشه‌کن شد و سپس زمین‌ها به نوکیسگانی فروخته شد که در آن ویلا ساختند.
بنابراین نتیجه ملی کردن جنگل‌ها درست عکس آن چیزی از آب درآمد که انتظارش میرفت. در حالی که تبدیل و تحول این میراث ملی با توسعه معقول کارخانجات کاملا میسر بود. طرحی که در رأس برنامه نوسازی قرار خواهد گرفت ساده است: بالا بردن تدریجی تعداد کشاورزان در چارچوبی سازمان یافته. هر دهکده به دست یکی از مالکان بزرگ قدیمی و 9 زارع که زمینها را زیر کشت بگیرد سپرده خواهد شد. دولت در اختیار این زارعین بذر و کود خواهد گذاشت و مبارزه علیه آفات طبیعی از قبیل حمله ملخ و غیره را عهدهدار خواهد شد و آب کشت زر را تأمین خواهد کرد. ما به استثناء قسمت شمالی در مملکتی کمباران زندگی می‌کنیم. در عوض قسمتی از درآمد این 9 کشاورز هر قدر هم مختصر باشد تحویل شورایی که از نمایندگان روستا تشکیل شده‌اند داده خواهد شد و این پول به مصرف خرید مایحتاج مجموعه روستا خواهد رسید. به این طریق درآمد دهقانان کم درآمد بالا خواهد رفت و عواید ملاک قدیمی کاهش خواهد یافت. در آغاز کار و تا زمانی که کشور به خودکفایی مواد غذایی برسد، اداره سیلو موازنه قیمت‌ها را بر عهده خواهد گرفت. از آن پس دولت محصولات را در بازار داخلی که در قبضه محصولات خارجی نیست به بهای عادلانه خواهد خرید. صورت معامله چنین است: دولت به کشاورزان زمین می‌دهد و به آنها کمک می‌کند که سطح زندگی معقولی پیدا کنند. در مقابل از آنها گندم مورد نیاز را تحویل می‌گیرد. چرا این گندم را از خارجیان گدایی کنیم؟ ما قبلا هم در تاریخمان نشان داده ایم که می‌توانیم خودکفا باشیم. امروز رسیدن به این هدف 2 چندان آسان‌تر است، چون فنون کشاورزی متحول شده است و نوآوری‌های عمده‌ای در زمینه کشت مواد غذایی صورت گرفته است. در زمان شاه ما نه فقط گندم و مواد اولیه وارد می‌کردیم بلکه آدم هم وارد می‌کردیم: پزشک، مهندس، داروساز و غیره. در مملکت خود این نیروی انسانی را داشتیم، ولی هیچ یک از این افراد حاضر نبود در دهات و روستاها کار کند. حضور متخصصین خارجی این اشخاص را تحریک می‌کرد که حقوق‌های مساوی با آنان طلب کنند. کشوری که در حال رشد و در فکر ترقی است باید از این قبیل زیاده روی‌ها جلوگیری به عمل آورد. یکی دیگر از مسائلی که باید به فوریت به آن پرداخت مسئله مسکن است. آفت طبیعی دیگری که در این زمینه باید مد نظر داشت مسئله زمین لرزه است. ما در روستاهایمان بناهای قدیمی داریم، در حالی که زلزله‌هایی که معمولاً بر خاک ما حادث می شود شدتی بین 5 تا 7 درجه ریشتر دارد. وقتی این مسئله حل نشده است کشور نمیتواند داعیه تجدد کند. در این دوران تحقیقاتی که در این زمینه شده است کم نیست. به عنوان مثال ژاپن موفق شده است که حتی بناهای چندین طبقه را از ریزش در زمان وقوع زمین لرزه مصون دارد. طرح نوسازی مساکن طبعاً نیاز به تعداد زیادی کارگر و نیروی انسانی خواهد داشت و میتواند بخش عمده‌ای از نیروی فعال را به خود جذب کند. موفقیت این طرح‌ها فقط در صورتی میسر است که همه کارها بر طبق طرحی واحد و جامع صورت گیرد. تأمین هزینه این طرح‌ها به دلیل وضع اسفبار خزانه مملکت که در حال حاضر نقدینه‌ایش به زحمت به 6 یا 7 میلیارد دلار میرسد به نظر مشکل میآید. معاذا اجرای برنامه کشاورزی و صنعتی و اداری طرح‌های بزرگ در دوران آرامش مشکلی واقعی ایجاد نخواهد کرد. ما می توانیم درآمد نفتی خود را با در نظر گرفتن قیمت‌های کنونی بازار به حدود 30 میلیارد دلار در سال برسانیم.
این از درآمدهایی است که به زحمت فراوان هم نیاز ندارد. ما تا حدود 30 سال دیگر ذخیره نفتی داریم. پس از آن گاز طبیعی برای زمانی لااقل 90 سال میتواند جای نفت را در اقتصاد ما بگیرد. از آنجا که با افزایش تعداد جوانان کشور روبرو هستیم، به کار انداختن چرخهای مملکت فوریتی مضاعف پیدا می کند. باید این دختران و پسران را وارد اجتماع کرد. در آینده دولت به طرح تنظیم خانواده توجهات لازم را مبذول خواهد نمود. باید در این باره آگاهانه رفتار کنیم و از الگوی هندوستان تقلید نکنیم. در ایران سازمانی برای تنظیم خانواده وجود ندارد. برای بسیاری از مسلمانان خویشتن‌داری در این زمینه ممکن نیست. با این حال بسیاری این نکته را دریافتند که زندگانی با 2 یا 3 فرزند بهتر از زندگی با 7 یا 8 کودک است. تعلیمات فرهنگی هم بقیه کارها را سامان خواهد داد. من نمیخواهم نفوذ ملاها را دست کم بگیرم، ولی میگویم که قدرت مذهبی هرگز نمیتواند جایگزین قدرت مدنی شود. دیدیم که تا مذهبیون قدرت را به دست گرفتن چه پیش آمد. بذل و بخشش های پادشاه کمک میکرد که طبقه از روحانیون که همگی هم خیلی روحانی نبودند به وجود آید. ملاها زندگی را در تنپروری و تنبلی میگذرانند. نه به زراعت میپردازند و نه به صنایع و کارهای دستی. فقط موعظه میکنند و دولت از این بابت به آنها مزد میدهد. من ضرب المثلی را که میگویند کار بهترین عبادت است محترم خواهم شمرد. اگر ملاها میخواهند زندگی کنند باید به کاری ثمر بخش مشغول شوند. روی جاده ها کار کنند و چون ما به اندازه کافی بولدوزر نداریم حاضریم بیل و کلنگ در اختیارشان بگذاریم که راه و پل بسازند. در صنعت نفت ما نیاز به خارجیان نداریم. کارگران فنی و مهندسین ما از همگنان اروپایی خود چیزی کم ندارند. در زمینه دیگر صنایع چنین نیست. البته در همه جا به کلی از مردان و زنان کارآمد بی‌نصیب و محروم نیستیم. ما از 25 سال پیش در اصفهان و دیگر شهرستانها تکنسین هایی داشتیم که در فرانسه و آلمان تحصیل کردند. حتی کارخانه‌ای هم برای تهیه ماشین‌آلات داریم. اما مهندسین و کارگران فنی لازم را برای معادن مسی که اخیراً در ایران کشف شده است و میبایست استخراج شود نداریم. معادن مس ما بسیار غنی است و میتواند ما را 4مین یا 5مین تولید کننده جهانی سازد. آنقدر خریدار مواد اولیه هم در دنیا هست که برای یافتن مشتری به مشکلی بر نخوریم. وقتی در زمان نخست وزیریم از سفیر فرانسه پرسیدم چند نفر از اتباع کشور فرانسه در کشور ما به کار مشغولند، او جواب داد 7000 نفر. گفتم تقریباً به 5000 نفر دیگر نیاز است. ذکر این رقم او را متعجب ساخت. میخواست بداند من چگونه به این رقم رسیدم. محاسبه برای من روشن بود. ما نیاز به معلم برای دبستانها، دبیرستانها، مدارس فنی و بالاخره دانشگاه‌ها داشتیم، به شرط آنکه این مربیان در سراسر مملکت کار کنند. نقشی که مربیان بر عهده داشتند مضاعف بود. هم به ما برای حل مسائل فنی به خصوص در صنعت کمک می‌کردند و هم کارگران فنی آینده خود ما را تعلیم می‌دادند. این فقط یک جنبه از کل مسئله است. جنبه دشوار دیگری هم وجود دارد و آن روشن کردن ذهن همه شهروندان است. باید به ایرانیان فهماند که بهروزی آنان در گروه پیشرفت مملکت است و به گردانندگان مملکت نیز فهماند که پیشرفت مملکت متکی بر مردمی است که در آن زندگی می‌کنند. من به نسلی تعلق دارم که بخش عمده‌اش در فرانسه، آلمان، سوئیس و انگلستان تحصیل کرده است و رسالتی برای خود قائل است. به گفته دوگل از وطنش تصویری و برداشتی خاص دارد. این رسالت متاسفانه در نسل‌های بعدی از میان رفته است.
شاید به دلیل تعلیمات سهل‌انگارانه آمریکایی که جز به امور مادی جامعه به امر دیگری توجه نمی کنند. در ما کمبودی روحی وجود دارد که شاید باید در فرهنگ خاص خود در نوعی عرفان و یا بسیار ساده فقط با منطق جبرانش کنیم. وضع کنونی در اثر اشتباهات رژیم گذشته به وجود آمده است. از همه بدتر این که به شهروندان نیاموختند که به کشورشان و به پیشرفت کشورشان فکر کنند و کمر به خدمتش ببندند. در این باره گناه هویدا سنگین است. ما فضیلت مسئولیت مدنی خود را از دست داده ایم. کارگران فنی بسیار خوب را میتوان ظرف 5 سال تعلیم داد و آماده کرد، ولی برای عوض کردن بینش شهروندان لااقل به 30 یا 40 سال وقت نیاز است. بخش 4 قسمت 9. ایران در میان ملل دیگر. ایران جزیره منزوی از بقیه جهان نیست و من به این مسئله به اندازه کافی پرداختم. اما اگر بر فرض اداره سیاست آن بر عهده من گذاشته شود، در هیچ پیمانی شرکت نخواهم کرد. در موازنه قدرت‌های موجود، شرکت در قراردادهای نظامی برای ما کمترین سودی نخواهد داشت. بسیار قبل از آن که خمینی عقلش به این کار قد دهد، دوستان جبهه ملی و من پیمان بغداد را که در سال 1955 ایران و ترکیه و عراق و پاکستان را شامل میشد و بعدها به پیمان سنتو بدل شد محکوم کردیم. ایران خود را از قید قراردادهای نظامی که این پیمان را تشکیل می‌دهد آزاد خواهد کرد. درباره روابط با قدرت‌های بزرگ مطالعه نقشه جغرافیا بیش از هر حرف و سخن و بحث و مذاکره‌ای وضع ما را روشن می‌کند. هندوستان با چین مرزهای مشترک دارد. به همین دلیل با شوروی روابط دوستانه برقرار کرده است. مسئله ایجاد تعادل است. هر کشوری میباید متحدین بالقوه‌ای داشته باشد که مجال خنثی کردن اعمال تجاوزگرانه کشورهای همسایه را به او بدهد. همزیستی مسالمت آمیز فقط در صورتی میسر است که هر کشوری بتواند از تمام مرزهای خود دفاع کند. مدارسی که دیده ایم، فرهنگی که داریم و حتی در نهایت امر مذهبمان ما را متمایل به داشتن رژیم آزاد کرده است. با در نظر گرفتن موقع جغرافیایی و وضع ذهنی ما تصور داشتن دولتی کمونیست در ایران مشکل است، زیرا خطر این که ما را به مدار شوروی دراندازد و یا اینکه شوروی را به این کار وسوسه کند بسیار زیاد خواهد بود. موقعیت جغرافیایی ایجاب می کند که با شوروی روابطی دوستانه و حسن همجواری داشته باشیم، در حالی که منافع، سنن و حفظ استقلال ملی حکم می کند که ما بستگی ها را با دنیای غرب حفظ نماییم. این نظری بود که مصدق نیز داشت. کلمه بستگی به هیچ وجه در اینجا مفهوم وابستگی ندارد. کافی است ما به معنای قرن 19 این لغت در زبان دیپلماتیک با هم دوست باشیم. از طرف دیگر شرکت ما در هر پیمان ضد شوروی و اقدام به اعمالی که به تحریک آن کشور بیانجامد نادرست است. ما نمی بایست سر پل غرب در خلیج فارس باشیم، بلکه می بایست به هر قیمت است مانع اجرای امیال امپریالیستی شوروی در این منطقه گردیم. از زمان تزار این کشور به آبهای گرم چشم طمع دوخته است و توسعه طلبیش نیز در این جهت است. اخیراً مقاله‌ای به قلم لویی ماسینیون مستشرق معروف فرانسوی خواندم که در دفترهای جنوب چاپ شده است. ماسینیون در این مطلب می‌نویسد: روس‌ها به دلایل سوق الجیشی و سیاسی افغانستان را اشغال خواهند کرد تا ایران را در محاصره گیرند. استیلا بر ایران در حکم سیادت بر تنگه هرمز است.
این مقاله در سال 1947 نوشته شده است. تا آنجا که به افغانستان مربوط است، حرفایش حکم پیشبینی پیامبرانه دارد. ایرانیان میگویند ما میخواهیم هویت خود را حفظ کنیم. ایران باشیم، نه ایرانستان. یعنی یکی دیگر از جمهوری‌های سوسیالیستی شوروی. تمایل ما به غرب سوای دیگر دلایل از نیازهای تدافعی ما ریشه میگیرد. ترک‌ها هم مسئله مشابه ما دارند. البته موقعیت آنها از این جهت با ما متفاوت است که بیش از 350 کیلومتر سرحد مشترک با شوروی ندارند، در حالی که سرحدات مشترک ما با این کشور پس از سرحدات چین و شوروی از همه وسیع‌تر است. تا وقتی که دنیا همین است که هست و حرص و طمع وجود دارد. ما ناگزیریم مواظب خود باشیم. منافع اساسی و دغدغه صیانت نفس ما را وامی دارد که نسبت به قدرت‌های بزرگ بی‌اعتماد باشیم. من افکار دنیای سومی به معنایی که این کلمه اخیر پیدا کرده است ندارم. معاذا باید بگویم که سوای موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی ما نیز حسرت و طمع دیگران را تیز می‌کند. بیان که گرفتار مبالغه در شونیست، داخل پرانتز خاک پرستی، و تنفر از خارجیان شویم، داخل پرانتز احساسی که من از ته دل از آن بیزارم. بیان که گرفتار مبالغه در شونیست و تنفر از خارجیان شویم، باید در حفظ و حراست این منابع با تمام قوا کوشا باشیم. قدرت‌های بزرگ اهم از شوروی، بریتانیای کبیر، آمریکا یا فرانسه می توانند بر دوستی ما تکیه کنند، ولی حق ندارند از ما توقع نوکرمعابی داشته باشند. از ظواهر چنین برمی آید که شوروی در لهستان مداخله نظامی نخواهد کرد. این فرض در زمان کارتر محتمل بود، ولی با بودن ریگان بعید به نظر می رسد. شوروی گرفتاری‌های خاص خود را هم دارد. فقط یک رقم 25 میلیون تن کمبود گندم دارد. روابط موجود بین ما از چند دهه گذشته تا به امروز نتیجه مستقیم این است که سیلوهای گندم شوروی خالی‌تر از انبارهای موشکی آن کشور است. شوروی در ارتباط با حوادث لهستان لااقل تاکنون با پختگی و شعور رفتار کرده است. من تصور می‌کنم که دولت ریگان در مورد افغانستان، در مورد ایران و در مورد لهستان تا همه این مجموعه به دور میزی به بحث گذاشته نشوند از در سازش در نخواهد آمد و رئیس جمهور آمریکا تا برای کل این مسائل راه حلی پیدا نشود هرگز قراردادی درباره خلع سلاح و یا موضوع استقرار موشک‌های پرشینگ امضا نخواهد کرد. شوروی به هیچ وجه نمیتواند اجازه دهد که لهستان از مدار او خارج شود. احتمالاً لهستان وضعی مشابه وضع رومانی پیدا خواهد کرد. شوروی با حفظ حوزه امنیتیش نوعی استقلال با آن کشور خواهد داد. ولی در این ماجرا فقط لهستان مورد بحث نیست. مسئله مورد بحث بسیار وسیع‌تر است و آلمان شرقی را هم شامل می شود. اگر روزی در آلمان رفراندومی انجام شود، اکثریت مردم به وحدت دوباره دو آلمان رأی خواهند داد. درباره مرزهای جنوبی کشور خودمان در زمان نخست وزیری هم تأکید کردم که هرگز نقش جاندارم خلیج فارس را بازی نخواهم کرد و امروز هم همان حرف را دوباره تکرار می کنم. آبهای اطراف ممالک به کرانه نشینان آن متعلق است و بقیه آبها در خدمت عموم ملل است. ساحل ایران از دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس گسترده تر است و همین ما را در آن منطقه در موضع قدرت قرار می دهد. در صورت وقوع برخورد و اختلافی با دیگر کرانه نشینان ما حتی قادریم که راه تنگ را مسدود کنیم. در مقابل روس‌ها یا آمریکایی‌ها
طبعا قضیه به شکل دیگری مطرح می شود. درگیری دیگری که از نزدیک به ما ارتباط پیدا می کند اختلافاتی است که یهودیان و عربها را از آغاز به وجود آمدن کشور اسرائیل در مقابل هم قرار داده است. هر کشوری در زمانی کوشیده است که از وجود این کشور جدید به نفع خود استفاده هایی ببرد. باید این نکته حیرت انگیز را یادآوری کرد که شوروی اولین کشوری بود که دولت اسرائیل را به رسمیت شناخت. آمریکا مدتی بعد از شوروی این کار را کرد. روس‌ها در ادامه ماجرا و توجه به اینکه اسرائیل سر پلی برای آمریکا در قاره آسیاست و برای آنان خطری به شمار می رود، روابط خود را با آن کشور قطع کردند. کشوری که بیشک تا سالهای 1967 تا 1968 بیش از دیگر ممالک به اسرائیل کمک کرده است، فرانسه است. راه حل ایدئال می توانست به وجود آمدن کشوری فدرال باشد که اردن را هم در بر گیرد تا در آن یهودیان، اعراب مسلمان و اعراب مسیحی در کنار هم زندگی کنند. ولی منافع قدرت‌های بزرگ حکم می‌کند که تفرقه بیندازند تا بهتر حکومت کنند. جنگ سوئز در زمان جمهوری چهارم فرانسه اشتباه عظیمی بود که به اسرائیل جرأت تجاوز را داد. اعراب را تحقیر کرد و کینه آنان را نسبت به غربیان برانگیخت. فقط استعدادها و برداشت‌های روشنبینانه دوگل از آینده توانست تعادل و موازنه برقرار سازد که آن هم در سال 1968 شیرازه‌اش گسست. این جنگ سرآغاز تحولات بزرگی است. اسرائیل که تا آن زمان متجاوز نبود، از آن پس دست به تجاوز زد. روابط ممتازی که آمریکا را با کشور کوچک یهودیان پیوند میداد، سبب شد که آن کشور هم در تمام درگیری‌ها نقشی بازی کند. در هر دو طرف اشخاص معقولی وجود دارند که مایل به صلح و سازش شدند. معاذا به نظر می رسد که دو رقیب تا ابد می خواهند در مقابل هر ضربتی بزنند. جبهه آزادی بخش فلسطین خانواده های یهودی را در کیوبتس ها زیر آتش می گیرد. زنان و کودکان را می کشد و وحشت برمی انگیزد. دولت اسرائیل به این عمل با اعزام هواپیماهای جنگی به اردوگاه‌های فلسطینی واقع در لبنان جواب می‌گوید و ارتش بگین حمله همه جانبه‌ای را به آن کشور کوچک آغاز می‌کند که در این ماجرا هیچ گناه و نقشی ندارد و حتی حضور فلسطینی‌ها مخصوصاً در قسمت جنوبی آن بر او تحمیل شده است. ولی ناگزیر ضربات را از دو طرف متخاصم متحمل می‌شود. ممالک عرب در مقابل لبنان رفتاری شرافتمندانه نداشتند. در خاک مصر اردوگاه فلسطینی وجود ندارد. اردن این اردوگاه‌ها را از میان برده است و آنچه در سوریه باقی است به خدمت دولت دمشق درآمده است. این ماجرا عین بی‌عدالتی است. لبنانی‌ها نه فقط ضد اسرائیل بلکه ضد فلسطین هم شدند، چون به خود میگویند اگر اینها در مملکت ما نبودند ما میتوانستیم در صلح و آرامش زندگی کنیم. ولی مسئله فلسطین از مرز جنگ فعلی فراتر می رود. این افراد جان به لب رسیده گروه‌های تروریستی را شکل می‌دهند که در تمام دنیا پخشند. در میان این بیریشگان سه گروه متمایز وجود دارد. مهندسین، پزشکان، حقوقدانانی که در اروپا و آمریکا تحصیل کردند و در کشورهای عرب کار می‌کنند و زندگی خود را می‌گذرانند. ساکنین حلبی آبادهایی که نامش اردوگاه پناهندگان است، تروریست ها که بین 22 و 25 سال سن دارند و میخواهند بدانند چرا آنها در اردوگاه ها به دنیا آمدند
در صورتی که اجدادشان در شهر حیفا زندگی می‌کردند. هم پافشاری اسرائیل در این که دولتی فلسطینی به وجود نیاید غیر عاقلانه است و هم به رسمیت نشناختن دولت اسرائیل از طرف فلسطینی‌ها. موضع من در این باره به موضع فرانسویان نزدیک است. هم وجود دولت اسرائیل واقعیتی است غیر قابل انکار و هم وجود مردمانی که از سرزمین خود محروم ماندند و حق خودمختاری دارند. در ضمن باید اضافه کنم که موضع دیروز دوگل و والری ژیسکار دستن با موضع امروز فرانسوا میتران درباره مسئله اسرائیل و فلسطین فرق چندانی با هم ندارند. آن کسی که از نظر من در این ماجرا از همه بیشتر شهامت و سعی صدر نشان داد سادات بود. راهی را که در پیش گرفت نیاز به کف نفس و از خودگذشتگی‌های فراوان داشت. اگر این همه مانع بر سر راهش نمی تراشیدند، اگر دول عرب حتی غیر مستقیم حمایتش می کردند، اگر می توانست راه را تا آخر طی کند، تصور می کنم که مسئله را حل می کرد و اسرائیل را به فرض داشتن دولتی آشتی پذیر از دولت بگین راضی می کرد تا قدمی دیگر بردارد. بخش چهارم، قسمت دهم و پایانی. بازگشت به اصالت. هر کسی که دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. ذره ذره کاندرین ارض و سما، جنس خود را همچو کا و کهرباست. اینجا پانویس توضیح داده ترجمه والری از عهده من خارج بود. اصولاً برای ترجمه شعری سمبولیک باید سمبول‌های معادل آن را در زبان دوم یافت که کاری است مشکل. بنابراین شعر مولانا که جوهر حرف والری در آن هست به جای ترجمه آمد. باز میگردیم به متن. به نظرم میآید صدای شیپور والری را میشنوم که بر فراز کوههای زاگرس و بر تمام فلات ایران که به لودگی‌های شوم آن دیوانه عمامه به سر آلوده شده است طنین افکن است. فتح دوباره وطن نزدیک است و برای رسیدن به سرمنزل مقصود فقط باید بر نیروهای خود تکیه نمود. هر روی که می‌گذرد فوریت مسئله را بیشتر می‌کند. امام که به سلاح معنوی قانع نیست می‌کوشد که یکی از تیغ‌های برنده مقاومت ملی را در هم شکند. می‌خواهد ارتش را نابود کند و به جای آن صفوف آشفته آدمکشان اسلامیش را بنشاند. برای رسیدن به این هدف از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند. اگر جریان حوادث به همین منوال پیش برود، ظرف 18 ماه تا 2 سال آینده ارتش دیگر ارتش ایران نخواهد بود، بلکه ارتش ملایان خواهد شد. ارتش به صورتی که امروز باقی است هرگز با خمینی همدل نخواهد شد. ارتش ناسیونالیست است. هویت خود را در حکومت مرکزی و ملی و در پادشاه باز می‌یابد، نه در قدرتی مذهبی با جوهری جهان وطنی که برایش مرز و سرحد مذهب است. ملایان دشمنان قسم خورده این ارتشند. من می‌دانم که در آنچه بر عهده گرفتم نه فرانسه، نه انگلستان و نه امریکا کمکم نخواهند کرد. آقای کارتر دیروز و آقای میتران امروز هر دو از حقوق بشر حرف میزنند. هر دو میگویند تروریسم را باید ریشه‌کن کرد. مگر آنچه بر ایران مستولی است تروریست نیست؟ شرمساری غرب در آینده از این خواهد بود که هیچ اقدام مثبتی برای خاتمه دادن به آدمکشی‌ها در مملکت ما نکرده است. زمانی که ژیسکار دستن رئیس جمهور فرانسه بود، گزارشی 300 صفحه‌ای درباره رفتار ناپسند مردم با حیوانات در فرانسه به او عرضه شد. آیا ما آدمیان سزاوار آن نیستیم که به سرنوشتمان مختصری بیش از تهیه یک گزارش توجه کنیم؟
من از دول غرب تنها انتظار کمک معنوی دارم. پیمانی که نامش منشور ملل متحد است باید مشوق این کار باشد، ولی این منشور غالباً فقط نقشی است بر کاغذ. من انتظار هیچ نوع کمک مادی از آنها ندارم که بعدها بهانه دخالت غرب در سیاست داخلی مملکت شود. کشورهایی که می توانند ما را یاری دهند همسایگان ما در خلیج فارسند، هم به این دلیل که امکانات مالی وسیع دارند و هم به این خاطر که امنیت آنان به امنیت ما وابسته است. و بالاخره بهترین مأمور من در ایران شخص خمینی است. حکومت خودکامه پلید او، بی‌لیاقتی او، آزار مداوم کسانی که در مقابلش پشت خم نمی کنند، زانو نمی زنند و دامن عبایش را نمی بوسند و پایمال نعلینش نمی شوند و هذیانگویی هایی بیوقفش عاقبت شعله های خشم را فروزان می کند و همه کسانی را که به تنگ آمدند به طغیان وامی دارد. چندی پیش بانویی که در یکی از آزمایشگاه‌های ایران کار می‌کند به ملاقات من آمد و حامل پیام زیر برایم بود: من همیشه خودم به شما اعتقاد داشتم، ولی امروز از طرف کارگرانی که در آزمایشگاه من کار می‌کنند و روزی علیه شما به خمینی در خیابان‌ها دست به تظاهرات زدن مأمورم که از شما بخواهم آنان را ببخشید. از من خواستم که به شما بگویم حالا واقعیت را درک می‌کنیم، ولی دیگر کاری از دستمان بر نمی آید. منگنه روز به روز تنگتر می شود و ما روز به روز بیشتر می فهمیم که اغفال شدیم. از این قبیل پیام‌ها مرتباً به من می رسد و اعتماد و اعتقاد مرا نسبت به آینده راسختر می کند. تا 2 سال پیش شبکه من نوارهایی پخش می‌کرد که بیشتر برای روشن نگه داشتن شعله امید بود. مکرر در آنها زنهارها و اخطارهایی را که در گذشته داده بودم متذکر می‌شدم. اعتبار من از آنجا حاصل شده است که همه به چشم دیدن حق با من بوده است. بنابراین حالا می توانم به خود اجازه دهم که به هموطنانم توصیه کنم و راه را نشان دهم. ایرانیان از طریق صدای ما واقعیت را درک کردند. از این پس در انتظار نتایج بهتر سعی خواهیم کرد تا حد امکان در جریان حوادث هم دخیل باشیم. هیچ اتفاقی بدون کمک‌های مختصر از خارج نخواهد افتاد و ما می توانیم بیش از کمکی مختصر باشیم. تا آن روز باید مشعل را روشن نگه داشت. یکی از وطن پرستانی که اخیراً به دیدار من آمده بود و گفته های مرا از فرستنده‌ای که هر 15 روز حدود 12 دقیقه حرفهای مرا پخش می کند شنیده بود، احساسی را که از شنیدن این حرفها داشت به این صورت برایم شرح داد: ما مثل مردمی هستیم که به قعر چاه افتاده ایم. ناگهان میبینیم که ریسمانی پایین میآید، ولی ما قادر نیستیم بگیریمش. دستمان را دراز میکنیم. کوشش داریم خودمان را به آن بیاویزیم، ولی طناب هیچ وقت درست در دسترس ما واقع نمی شود. آیا باید این ریسمان را هم قطع کرد؟ بریدن این طناب به مفهوم قطع تاریخ خواهد بود، به معنای رها کردن این افراد در قعر ظلمت. ما باید امید را در دل آنها زنده نگه داریم تا روزی که طنین شیپور تند و رسا برخیزد. جلوه ها کردم و نشناخت مرا اهل دلی، منم آن سوسن وحشی که به ویرانه دمید. پایان کتاب. یادش گرامی، راهش پر رهرو. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد.
با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avogabooth.com